سلام رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من، یعنی امیریکس شات. امروز اومدیم با بازی جدید تراریا. بازی در واقع جدید نیست، برای کانال ما جدیده، یعنی ما اومدیم این بازی رو بازی کنیم. اومدم با آموزش 100% تراریا که حدود 80-90 پارت میشه احتمالاً. بله. بازی فوق العاده جذابیه، داخل سوروایول گیم ها حرف اول میزنه، حتی از ماینکرافت هم خفن تره، با اون که یک بازی دو بعدی. بازی دو بعدی رو دست کم نگیرین، فوق العاده بازی خفنین. قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو، لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه دلتون خواست میتونین ویدیو شیر کنین، دمتون گرم اگه این کارو بکنین، مخلصتونم. بریم که کاراکتر رو بسازیم. کاراکتر رو از قبل ساختم، امیریکس شات. ورل نیو میزنیم، میذاریم روی اسمال، سایز و دیفیکالتی روی کلاسیکه. به اصطلاح اون بیسمنت و اویل کارو میذاریم روی کریمسون. ترجیح هم بذاریم روی کریمسون چون رشد داخلش خیلی بهتره و رشد بهتری داخلش میکنین. بنده اسم رو به تغییر میدم. خوبه به نظرم، همین چوکیه. اینم سید اون پایین، سید رو میبینین. اگه خواستین داخل بردن پلی بدین میتونین سید رو بزنین و استفاده کنین. کریت رو میزنیم و میریم سراغش. آره رو کلاسیک بود دیگه، دیفیکالتی. آره خب چطورید شما؟ خوبید؟ احوالتون چطورید؟ آره ماه رو تکون میدیم، میبینیم ماه داره شب و راست میشه. من دارم میگم روز کن آقا، روز کن، روز کن آقا، روز کن. بله عجب روز زیبایی. خب بریم. خب ساخته شد بردمون. یه دونه ستاره زیبا میزنیم. خوش پلی. خب اول بازی هیچی نرین. کاری که باید اول بازی 100% شما انجام بدین، اولین کاری که باید انجام بدین چیه؟ اینکه تبره به اصطلاح کوپریتون رو بردارین و چوب بزنین. حداقل 200 تا چوب بزنین، بعد برین سراغ گشت بزار. اولی هم کاری که میکنید اینه که خونه بسازید واسه خودتون. اول چوب، بعد خونه، بعدم لذتشو ببر. خوش اومد ازش؟ نه خوشت اومده؟ من چقدر فانم، در حالی که هیچ فان بودنی داخلش وجود نداشت. ایزی میزی لول اسکویزی. بکن چوبا رو. خب من تا اینکه این 200 چوبو میکنم بریم و بیایم. ای خدا. خب آقا ما برگشتیم. واسه این مپم خاموش کنم. ما برگشتیم، نزدیک 600 تا چوب من جمع کردم. شما اینقدر جمع نکنین. جمع کردم که دیگه نیاز نباشه. حالا اگه حوصلتون میکشید جمع کنین. 500 تا جمع کنین بهتره، ولی واسه اوایل کار همینقدر اوکیه. این ورم خالی کردم به عنوان بیس، جای صاف و اوکیه. یه خورده این ور خالی کنم که سریع بیس رو بسازیم، بریم سراغ گشت و گذارمون. آره خب اینو بکنم، این دو هم بکنیم. ببین اینجا رو یه جوری طبیعی کنیم که زایی نباشه. خیلی خوب طبیعی کردی. اینجا رو بذار بینم، اینجا رو بذار. خب بریم اول اوایل خونه رو بسازیم. آره بپر بالا. حالا از گوشه یه خورده بیایم ور، برو بالا. زیاد نریم بالا، خیلی رفتم بالا. بسه بکنم اینا رو. یه 3 تا دیگه یا 2 تا دیگه از این برم بالا. بسه 1 2. حالا اینم 3 به عشق شما. برم اینو جلو. اینو بکن، اینم بکن. نه اونا رو نکن، اونا رو نکن. وای ای بابش خدا. باشید بیرم اینجا باید یه مهندس بازی داریم. گذاشتمش اوکیه. اینجا اینم بکنید. حالا یه دونه کرافتینگ تیبل من بسازم. بخشید یه دونه کرافتینگ تیبل من کرافت بکنم. ای وای اشتباه داشتم.
ببخشید این از این. خب چرا حشری اینجاست؟ بمیریم بابا بمیریم. بمیر. عجبا برو نموز. ببین الان کلا وسایلی که اول بازی داریم افتضاح، جونمون داغان، مانامون از اون افتضاح‌تر. حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم که چجوری مانا هم زیاد کنین. حالا فعلا من این بدنه کارو بزنم بریم و بیایم سری. خب آقا این نمای کاره، این کرافتینگ تیبله، یه دونه صندلیه. حالا چرا من اینجا صندلی گذاشتم؟ قبل از اینکه خونه رو کامل کنیم شما وقتی بیاین پیش این آقاه بهتون یه تسک میده که میگه واسه خونه بسازین و برای ساخت این خونه باید هم یه کرافتینگ تیبل داخل این خونه باشه و هم یه دونه صندلی که ما هر دوتا اینا رو گذاشتیم ولی خونه تکمیل نشده. همونطور که میبینین این در واقع اون همون ولی که رودخونه هست بازه و بگن خونه نمیگن دیگه. حالا درست باز دو بودیه ولی دست کمش نگیریم. برای تکمیل شدن خونه باید چی بسازیم؟ باید بسازیم به اسم وال یا همون دیوار خودمون که ما فعلا یه دونه وود وال میسازیم که باید بیاین اینجا بریم تو بخش کرافتینگ. اینا وود وال هر 4 تاش یه دونه چوب میخواد. من به تعداد زیاد میسازم، حداقل فکر کنم 200 تا لازم داشته باشه. بساز 204. خب شما روی این نگه داریم و این خودش به صورت خودکار میذاره، یعنی هیچ سختی نره، خیلی راحت میشه گذاشت. اون بالا هم در قدتون نمیرسه هم اونو نگه دارین و هم دکمه پرش همزمان بزنین. حالا فعلا این پایین من اوکی کنم. کم میاد یه مقدار دیگه لازم داریم. فکر کنم یه چندیه مثلا الان نگاه کن. الان اینجوری شما میپرین این همه رو براتون اوکی میکنه. خب من یه مقدار دیگه هم بسازم بریم بقیل کرافتینگ. خب فکر کنم یه 80 تا بس میشه. اون گوشه نره. این از این هم از اینو تکمیل شد. 8 هم اضافه بود. خب حتما قارچ داخل بازی دیدین جمع کنین چون خیلی نیازه. شما میتونین وقتی اسلام شما میکشین بهتون یه چیزی میده به اسم ژل. شما با اون ژله نمیدونم و یه دونه چوب میتونین 4 تا استیک درست کنین. خونه رو استیک بارون کنین. زیاد آقا یه چیزی بهتون میگم اونم که زیاد یه جا استیک نزنین. چرا؟ به خاطر اینکه یهو یک شخصی به اصطلاح اظهار میشه که شما اصلا نمیتونین ببینین و بزنین به اسم گاد تورچ و هیچ غلطی نمیتونین جلوش بدین. حالا ما اولین کاری که میکنیم میایم اینجا و اینجا رو نگاه کنیم. الان چیز گذاشتن، صندلی گذاشتن اینجا. خونه ایشون اعلام کرده اومد داخل خونه گرفت نشسته. راحتی خوبی مامانم. چی میخوری؟ چیپس میخوری؟ خب آقا این از این. حالا من مابای بیرون رو بکشیم، شب بریم خورده بگردیم فالینگستان هم پیدا کنیم. آقا ببخشید دو دستم خورد قد شد درجا اومدم وصل کردم، یعنی زامبیایی که بیرون بودن زدم. ای وای اینجا خالیه. وایسا اینا هم بسازم. 8 فکر کنم اضافه نیومد. اوکی خونه تکمیله. خونه الان تکمیله، اون موقع تکمیل نبود. خب آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. دستم خورد اشتباه ویدیو رو زدم قطع کردم. فقط این زامبیایی که این بیرون بودن زدم کشتم، یعنی هیچ کار دیگه نکردم. شب است و دلم در بیدار. بعد من هیچ کاری هم جلو اینا نمیتونم بکنم، یعنی واقعا ببین داشتم اینو میگفتم یه خوبی که این یارو اینه که کمک میکنه. حالا من فعلا اینا رو میکشم میرم گشت و گذار. تموم شد حالا یه چیزی پیدا کردم ویدیو استارت میکنم و بهتون نشون میدم. فعلا آقا یه چیزی من ویدیو کات کردم بعدم اومدم از این ور خونه بیام بگردم یه دونه چیز همینجا جلو راه میمونه. چیا داره؟ او تین اور داره. یه چیز خیلی خوبی که این داشت یه دونه هیل بود.
اینا یه ضعیف‌ترین حالا به اصطلاح پوشن هیلن. آی چه دمیجی ده برم تو خونه. یه پوشن هیلن و این ریکال پوشن داشت. احساسا اشتباه خوندم. نه درست خوندم. نمیدونم شما بگید. وقتی شما این پوشن آبیه رو بخوری تلپورت میشه روی اسپان پوینتتون، یعنی دقیقا بغل خونه اونور ما. چیز دیگه اینا میبینید این فالینگ استاره، اینا رو شما فقط داخل شب پیدا میکنین، یعنی شب از بالا میاد زمین رو میتونید برشون دارین، داخل روز هم اگه دراپشون کنین یو غیب میشن. این است خیلی مهمه که باید بدونین شما. و اینکه با 5 تا از اینا نگاه اومد، شما با 5 تا از اینا میتونید برای خودتون یه دونه مانا، یه دونه از این ستاره آبی یه دونه از این ستاره آبی رو درست کنین. آی می‌خواستم داج بدم. یه دونه از این ستاره آبی رو درست کنین و به ماناتون 20 اضافه کنین. حالا لایف یا همون جون رو چجوری میشه زیاد کرد؟ شما برای زیاد کردن جون تنها کاری که باید بکنین اینه که بریم ماین. یک قلبایی به اسم لایف کریستال داخل ماین ها و غارها هستن که شما با پیککس اونا رو میکنین، یوز میدین و جونتون 20 همچنین میره بالا، دو ردیفه میشه و خیلی زیاد میشه تا 400 اینا میره و آره دیگه لیمون میشه خوردش. آره خوردم. نمیدونم لیمون هم میشه خورد. نارنگی میگویم. خب نه ولی از همه بیشتر جزو غذاها رو میگم. قارچ فعلا اوایل بازی بیشتر هیلو میده، بعدم پوشنا و اینا میده. حالا این قاره که اینجاست و ببینم من چیز دارم میتونم تورچ بسازم. چند تا 2 تا میتونم بسازم. 2 تا تورچ بسازم. تورچ کم داریم حالا داخل قار میسازم. این چستم بکنم. راستی این به اصطلاح حالا ما تلیسمنی که برداشتیم و اینا هاشش. این چیز خیلی خوبی که داره، شما این تلیسمنا رو میتونید جای این انگشتر رو بذارین و هر کدوم اینا یه کار میکنن. یه دونهشون بهتون موومنت میده، یه دونهشون مثلا یه چتر ماننده که شما از ارتفاع دارین میان پایین میتونید اون رو بگیرین و آروم میان و فال دمیج اصلا نمیخورین. خوراک غارنوردیه. یه دونهش مثلا نمیذاره شما غرق شین، جریان نجات و ایناست. این تلیسمن کاری که میکنه حالا به اسپید و اینا هم بعضی استفاده میبینید اینطوری من به دیوار میتونم با این تلیسمن همینجوری بگیرم و برم بالا و حالا میتونیم بغل دیوار رو بگیریم و آروم بیایم پایین. اینطوری این کاری این تلیسمن میکنه، خیلی به درد بخوره. حالا من فعلا یه دونه چست اینجا بذارم و آیتمای به درد نخور که نه غیر لازم و اینجا میذارم. تیم بار پیدا کردیم که با این تیم بار من باید حداقل بتونم یه دونه جان من بشه. وای نمیتونم. آلیشت همه هم خوبه در نخور. شمشیر رو باز بهتره. یه شمشیر میسازم. یه شمشیر رو کنم افتضاح. این مداره یاره که بکنم این رو بهتر. این ناکبک چیزی داره. چه ناکبک خوبی داره. نمیدونستم اینقدر ناکبکش بوده. حالا نمی اینجا بیدم. خب آقا من میرم داخل غار، اگه چیزی پیدا کردم بهتون میگم. فعلا اومدن دنبالم. نه فعلا آقا من واسه اینکه تایم ویدیو زیاد نشه هر چیز خاصی که پیدا کردم و میخواستم بذارم که تایم ویدیو زیاد نشه، ولی به خاطر اینکه خیلی این غار خفنه و دقیقا زیر اون چیزی که بود چی داره، آیرون بار داره. این تیم بار رو نشستیم شمشیر رو بسازیم. حالا آیرون بار هم خوبه، برم دارم اینا رو. چیزای بدی نیست. این موومنت اسپید زیاد میکنه میندازم به خودم. اینا برکه دارم نگه داریم حالا به درد بخوره بس. واسه ببینم چیزی بود فقط اینا خودوست بزرگم نگرم. بله شانسیه. خب آقا اینا همینطوری پیش بریم. میخواستم تایم ویدیو کم باشه که اذیت نشین، در واقع محتوای زیادی انجام بدیم، ولی همین که خونه رو اینقدر سریع تونستیم بسازیم اوکی. یه چیز دیگه چقدر این ولف ای آیرون الان میتونم چیزو بسازم. شمشیر آیرونی الان میتونم. این بالام کلی آیرونه. من برم بالا. سلام من بکنم یه تیم بار فکر کنم. آره بالا یا آیرونه پر آیرونه میتونیم شمشیر رو بسازیم.
شمشیر اوکی میکوکا. خب من این آیرون بارا رو فعلا بکنم خوب میکنه. آقا این آیرونا رو کندم، این برم یه اور دیگه است، سیلور اینا. آره سیلوره، اینا هم بکنیم. خب آقا همه اینا رو کندیم، هم سیلورا هم تینورا هم اینا. بریم بالا سریع یه دونه هوکیم بده، یه دونه هوک بده. هوک ده؟ نه بابا تو خواب یه دونه هوک داشتم کار در اومده بودا، یه دونه هوک داشتم یه گرپلین هوک میساختم. الان چجوری برم بالا؟ خب وایسا، حالا حیفه ولی از این زیاد پیدا کنم. یه دونه بخورم، دیدین الان خوردم اومدم روی ریسپانم. بریم یه دونه شمشیر آیرونی بسازیم، حداقل بتونیم یه غلطی بکنیم. خب آقا اون قار رو من اومدم پایین دیگه، کندن اورا رو بهتون نشون ندادم. کلی اور کندیم ولی دیگه آیه کندنشون رو بهتون نشون ندادم. الان فقط ببینم الان یه چند تا آیرون و سیلور و حالا اور جای توپاز کندیم که دیگه کندنشون نذاشتم با واسهتون. کلی تین اور پیدا کردم تو راه، یه مقدارش کندم. تین اور چون زیاد به دردمون نمیخوره نمیکنیم، این میاد بالا میره پنچه دارش. یه دونه گلدن چست پیدا کردم، مهمه اینه. و داخلش پشمام آقا این ماجیک میرور یه جوریه که شما به صورت بی‌نهایت میتونید سفر کنید به اون بالا. یعنی چی؟ یعنی خونتون میخوایم حالا برگردیم بهتون نشون میدم. این آیرون باز اومد، مثلا برم بالا اینجا بینم برو پایین بینم این دوباره میاد بهتر آیرون اکرده آیرون رو بکنم یک مقداری نیاز دارم. ای باش دوباره این اومد بیا اینجا بینم. دیگه از این کار زشت نمیکنم، دیگه نبینم ناراحتم کرده. خب خوب بردار زیر اینو بساز بدن خب این آیرون هم بکنم و پاشون بریم. تین فعلا نمیخوام، چقدر تین داره ولی حالا یه جا اینقدر تین ندیده بودم که الان دیدم. ایوا این ور تلپه، برو پایین. این ترپه بچه ها، سریع بکنمش. خب ببینید دارت ترپ بود، دارت ترپ وحشی. خب اون سریع ببینید اونا اون پایین میبینید؟ واسه این بندازم اون پایین میبینید اون قلبه اون بعد در زبون نمیدید اون لایف کلیستر. آی نظر ای ولی یه چست دیگه. خب داخل این پورت خیلی کارهای خفنی انجام دادیم. اوکی لایف کلیستر رو میکنم و میان اینجا یوزش میدیم و هم دیگه میبینیم به قلبای من اضافهش نمیکنیم. بریم خونه. خب خونه 2 طبقه. بابا خونه 2 طبقه دوست دارم، خوبه. بریم پایین دوباره این جمشیر رو میکنیمش. اون پایین به جای خوبی نمیرسه، تقریبا اون پایین نرم. خب چست وا میکنیم و دوباره از اینا توشه. چقدر از اینا من پیدا کردم، از این به اصطلاح بی‌نهایت ها. داخل سری قبلی مردیم پیدا کنیم بگیم پشما. خب ببین اون پایین که بریم مردیم، این بالا هم که این اسلایم 17 تا دمیج میداد. اینو بزنیم میر. خب این از این دمشگرم جلاد 5 تا جلاد میتونیم الان. اوکی تورچ کم میارم واسه رو باید. از اینا که لایف کریستال نشون میده. کجا برم؟ اینجا نشون میده. چیزی هم داخلش نذاشتم، تحلیکش هم گرمم داره خودش هم میکنم بهش میخواد نورمال نبود. شاید پایین داره میگه اینا معمولا لایف کریستال نشون دادن تا جایی که من یادم ها. نه تو موز چقدر ترپ اینجاست. این ترپ رو بکنم که پایین نشون. آقا بریم پایین تر، اگه چیزی جالبی پیدا کردم بهتون نشون.
خب آقا خیلی ممنون که داخل این ویدیو همراه هم بودین. اگه میخواین بدونین که آخر سر اون مان چی شد، اتفاق زیاد خاصی نیافتاد، رفتیم مردیم. حالا اسمونو که برام چیکار کنیم اینو وقتی استفاده میکنیم میایم اینجا خیلی به صورت بی‌نهایت میتونیم استفاده کنیم و بیایم اینجا. خوش اومد ازش؟ نه خوشت اومده. اینجا ریسکان کنیم دیگه نیازی به اون چیزم نداریم. خیلی راحت ایزی لول اسپریزی. من فقط بیام وسایل داخل چست بذارم و خدافظی کنیم و بریم برای پارت بعدی. خب خیلی ممنون که همراه هم بودین داخل این ویدیو. دمتون گرمه. لطفاً ساب لایک فراموش نشه. اگه دلتون خواست میتونین ویدیو رو شیر کنین تا بقیه هم ببینن. خیلی ازتون تشکر میکنم اگه این کارو بکنید. من 100% تراریا رو آموزش 100% تا ته میذارم به خاطر اینکه خیلی بازی جذابیه و دوست داشتنی و گوگلی و کیوت و خیلی خفنی. حالا به جای خفنش بریم کم نزدیک میشیم داخل این ویدیو روشه خفنی باشیم. خیلی ممنون که همراهم بودین تا یک ویدیو دیگر. گودبای.